بیژن عزیزی. سلام، من بیژن عزیزی هستم. شما ایزان را به برنامه خود خوش آمدید میگم. دوستان عزیز، اگر موافق هستید شما ایزان را در برنامه امروز خود دعوت کنیم. پس ما را تا آخر برنامه همراهی کنید، با ما باشید تا آخر برنامه. بریم سراغ برنامه. اگر مغزت را دوست دارید چه عادت را ترک بکن. دوست خوب من، اگر مغزت را، جسمت را، حافظه‌ات را، هوشیاری و داناییتان را دوست دارید، این عادت مذمت شده را ترک بکنید. در غیر این صورت حافظه شما را، مغز شما را نابود خواهد کرد. یک، بی‌تحرکی ذهنی و بی‌تحرکی جسمی. یادتان باشد دوستان، اگر شما از بود ذهن بی‌تحرک باشید، کتاب نخوانید، فکر نکنید، تا ذهن کار نکنید و ذهنتان را فشار وارد نکنید، بالایش که کار بکند، تقویت شود، تغذیه شود و جسمتان هم منجمد باشد و به حرکت باشد. طول نخواهد کشید که جسمتان رنجور شود و مغز شما منجمد شود. اگر مغزت را دوست داری، همواره مطالعه بکن و ورزش کن یا پیاده روی انجام بده. دوم، اگر مغزت را دوست داری، استرس و اضطراب مزمن را از مغز دور کن. دوستان، مادر تمام امراض اضطراب و تشویش است و استرس است. اگر مغزت را دوست داری، تلاش کن که این را دور بسازی، رفعش بکنی. استرس مزمن آدم را میکشد. اضطراب مزمن رو آدم را تباه میکند، از بین میبرد. کوشش کنید که اضطراب و استرس را رفع بکنید. چطور رفع بکنید؟ چه چیز موجب اضطراب و استرس شما می شود؟ اگر شما به گذشته فکر میکنید و غرق در آن هستید، شما اضطراب دارید. اگر با آینده فکر میکنید و نگران آن هستید، شما استرس دارید. پس راه حل چیست؟ گذشته را بپذیر با تمام خوبی و بدی و برای آینده برنامه‌ریزی بکن، ولی توکل به خداوند کن. شد نشد راه دیگر را میپیماید. نیاز به تشویش و اضطراب و استرس شدید نیست، وگرنه مغز شما نابود می شود. عافیت بدن نهایت آف می کند. سومین نکته، اگر مغزت را دوست داری، بیخوابی را ترک بکن. یکی از بدترین عادات که می توانیم باشیم این است که بخوابیم، جبران را با بیخوابی انجام بدهیم. مغز ما، ذهن ما و جسم ما به استراحت نیاز دارد. انسان که بیخواب است طول عمرش کاهش پیدا میکنه، خوی اخلاقش تغییر میکنه، مغزش درست کار نمیکنه و همواره رنجور و خشمگین و عصبانی و ضعیف خواهد شد. پس خوابتان را تنظیم بکنید. اگر خستگی ذهنی دارید و روانی دارید، با خواب رفع نمی شود، بلکه خستگی ذهنی را با خستگی جسمی رفع بسازید. خستگی جسمانی را با خواب مرطوب بسازید. چهارمین نکته، احتیاط به مواد مخدر است. اگر مغزت را دوست دارید، هرگز از هیچ نوع مواد مخدر استفاده نکن و دورش بینداز. و حتی با دوستانی که اهل آن است نیز دوستی ننمایید. بنان دوست خوبم، این چهار عادت را ترک بکنید تا مغز شما سالم باشد. یک، بی‌تحرکی ذهنی و جسمی. دوم، اضطراب و استرس مزمن. سوم، بیخوابی. چهارم، احتیاط به مواد مخدر. جا دارد که از حمایت‌های همیشگی خوب شما سپاسگزاری نماییم. اگر از همین قبیل ویدیوهای ما خوشتان میاد، با کامنت گذاری، لایک و نشر این ویدیوها در مسیر رساندن پیام‌های آموزشی با ما همگام باشید. و دوستان که در بیرون از کشور هستند، با سابسکرایب کردن صفحه حامی برنامه‌های ما باشند. دوستان عزیز، یک جدید است، چینل ما را سابسکرایب کنید، گزینه زنگوله را فشار بدهید تا اولین شخص باشید که از ویدیوهای کاملا جدید بیژن عزیزی با خبر شوید. پس لایک های شما، تشویق های خوب که شما عزیزان، کامنت ها و نظریات خوب که شما عزیزان ما را بیشتر انرژی میدهد
تا ما در برنامه آینده بتوانیم کاملا خدمات پرمفهوم برای شما عزیزان ارائه کنیم. هدف ما خدمت کردن به شما عزیزان است. تا ایدار بعد همه شما عزیزان را به خداوند منان یکتا میسپارم. بدرود. خداوند یار و نگهدارتان. بیژن عزیزی.